وقتی از یک کسب و کار خوب صحبت میشه، اولین موضوعی که جلب توجه میکنه راحتی و سهل تولیدی در محصول نهاییه. کسب و کار سیب زمینی شکمپر یکی از این کسب و کارهاست. یه غذای خیابونی ترکیه‌ای که خیلی هم در ایران طرفدار پیدا کرده و با ذائقه ایرانی هم سازگاره. دستگاه تولید این کسب و کار هم در مجموعه ما تولید راه اندازی شده. 0 تا 100 راه اندازی شما رو هم ما میتونیم به عهده بگیریم و مجموعتون رو با فروش تحویلتون بدیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر حتما کپشن رو مطالعه کنید.